الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال شده است که آیا بدعت حسنه وجود دارد؟ بارک الله فیکم. البته وقتی که ما نظر به قرآن و سنت میکنیم و تمام دینمان را از قرآن و سنت چگونه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند میگیریم، به فهم سلف این امت صحابگان تابعین، میبینیم که تمام بدعت ضلالت است، گمراهی است. زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: و علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیها بالنواجز و ایاکم المحدثات الامور فإن كل محدث بدعه و کل بدعة ضلاله و در روایت مدرسه کل ضلاله فی النار. ای امتی من شما را امر میکنم با چنگ زدن به سنت من و به سنت خلفای راشدین من و چنان چنگ بزنید حتی به دندانهای شهادتتان گویا سخت بگیرید به سنت صحابگان و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از چیزهای نو پیدا شده دست کشید و خودداری نمایید، زیرا که چیزی نو پیدا شده در دین این بدعت است و تمام بدعت گناهکار است. از همین جا میفهمیم که کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ضلالت است، گمراهی است. پس در دین و احکام دینی بدعت حسنه وجود ندارد و هر کسی که بدعت حسنه را جایز گفته است خطا کرده است و غلط کرده است و مخالف سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سخن کرده است و بدعت را ایجاد کرده است و این سخنش باطل است، فرقی ندارد. و امام مالک رحمه الله میگند: من ابتدع فی الاسلام بدعه یراها حسنه فقد زعم ان محمد صلی الله علیه و سلم خان الرساله. هر کسی که در دین اسلام بدعت را انجام بدهد و ادعا بکند که این بدعتش بدعت حسنه است، بدعت نیکوست، جایز است، اینجوری اعتقاد بکند، پس میگن به تحقیق بدانید که همین انسان که بدعت را انجام داد و بدعتش را حسنه گفت، گویا اعتقاد کرده است که محمد صلی الله علیه و سلم خیانت به رسالت کردند. چرا که چیزی که در دین نبود این همون چیز را در دین خوب گفت و البته این تهمت به رسول الله است و البته این بینایت چیزی بزرگ است و بینایت چیزی خطرناک است. بدعت حسنه وجود ندارد. این سخن اشعری هاست، ماتریدی هاست، صوفی هاست و البته شبهه رافضه هاست برای گمراه کردن ما. یک دروازه برای وارد شدن رافضه به همین دروازه به شبهه افکنی در بین اهل سنت و جماعت است. پس بدعت همه اش گمراهی است، همه اش ضلالت است. بدعت حسنه وجود ندارد و این سخن علمای اهل سنت و جماعت است و هیچ شکی نیست که همین حق است و این سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس برادرم و خواهر موحدم، مواظب باشید. بناگاه که یک چیزی بدعت را بدعت حسنه حکم بدهید و انجامش بدهید، به مانند مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اهل بدعت، رافضه، صوفی، اشعری و دیگر گمراهان همچون بدعت حسنه انجام میدن. ما میگیم که این ضلالت است، این گمراهی است و پیدایش این مولود از جانب دولت فاطمه خرافات زده رافضه است، نباید انجام بدهید. پس بارک الله فیکم.